مختلف ایران. الان واقعا چشم انتظار این داد که محبت جنابالی خانوادت و مادر بزرگوارتون واقعا چشم انتظار حالا انشاءالله بشیم تهران می‌بینیم انشاءالله موجود رضایت سنجانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ایام ماه مبارک رمضان، امشب متاسفانه در بیمارستان امام خمینی شهرستان کوهدشت شاهد این بودیم که خانواده عزیزشون رو به علت مرگ مغزی از دست دادن. اما این که این خانواده انقدر توانمند بودن، انقدر آگاه بودن و با شعور بالایی به این قضیه نگاه کردن و با وجود مصیبتی که بر این عزیزان وارد شده بود با فداکاری تمام حاضر به اهدای اعضای عزیز از دست رفتشون شدن. شب ماندگاری رو با این اقدام انسان دوستانه در این شهرستان رقم زدن. در کشور ما متاسفانه ده ها هزار نفر در صف پیوند اعضا هستند و شاید روزانه ده ها نفر از این عزیزان به علت نرسیدن اعضا جون خودشون رو از دست میدن. اگر بر اساس مشیت و خاص الهی برای خانواده مهرز شد که خدای ناکرده عزیزشون دچار مرگ مغزی شده، ای کار بتونن با فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی با اهدای اعضا عزیزشون رو جاودانه کنن. مرا به خاطر دل شکستم ببخش، مرا که از ندیدن تو خستم ببخش. اگر به انتظار تو نشستم هنوز، به دیگری اگر که دل نبستم ببخش. ببخش اگر که با خیال بودن تو زندم، اگر تو را نبردم از یاد. ببخش اگر که از امید دیدن تو گفتم به آرزوی رفته برباد. تویی تمام ماجرا که رفتی، ولی مرا به حال خود